بیا بهت یه دستور کباب مرغ سریع و راحت رو بگم. 400 گرم ترکیب سینه و ران مرغ، 50 تا 100 گرم دنبه، 1 عدد پیاز متوسط، 1/4 تکه فلفل دلمه، 1 حبه سیر، زعفران دم کرده، 1 قاشق چایخوری نمک به نسبت 1/2 قاشق چایخوری، فلفل سیاه، پاپریکا و زیره. حالا مواد رو توی میکسر میریزیم. مواد رو میکس میکنیم تا به حالت خمیری شکل در بیاد. حالا مواد رو داخل کیسه فریزر ریخته و پهن میکنیم. مانند ویدیو با یک خطکش یا کارد آشپزخونه تقسیم بندی میکنیم و مواد رو به مدت 2 ساعت داخل فریزر میذاریم تا خودش رو بگیره. حالا وقتشه اونا رو سرخ کنیم. بفرمایید. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید.